دیروز یکی از علمای دینی میبونی اسلام، یکی از قاریا، یکی از واعظان دین اسلام در گردی خانه الله در وقت طواف، در وقت لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و نعمت، این کی بود؟ این نعمت الله، نعمت الله در خانه خدا در حرم جان خود را به جان آفرین داد. نعمت الله تا جای من میدانم یکی از فرزندهای برومند عالم اسلام، یکی از واعظان، یکی از معلمان دینی مبین اسلام با لحن شیرین تاجیکی اسلام عزیز را به مردم میفهماند و در سن 40 سالگی این دنیای فانی را پدرود گفت و او را در مکه مکرمه به خاک سپاریدند. ما تا جای میدانیم نعمت الله در این عمر کوتاه خود بسیار به مردم خدمت ها کردگیند، بسیار مردم را عاید دین مبین اسلام ساده کرده فهمانده است. عاید مذهب امام اعظم رضی الله عنه بسیار سخنها میگفت و مردم را چقدر با یک آسانی عاید خرافات، عاید مثال منای جادوگرا، عاید که چیزهای نالازمه که در دین مبین اسلام پیوست میشد اینها را به مردم میفهماند و سخن بسیار کردنی نیستم. نعمت الله یک نعمت الله بود، به ما الله مهربان داده بود و امروز در بین ما نیست و ما دست بالا میکنیم که الله مهربان با خویش و پیوندان و برادران و خواهران این نعمت الله صبر جمیل عطا فرموده باشد و الله مهربان جایگاه نعمت الله را جنت الفردوس گردانده باشد. الله اکبر.